ما تو بندگیمون با خدا اینطوری یه سجده که میکنیم توقع داریم جبرئیل امین بیاد بگه خسته نباشید، عرقتو خوش کنم برای رکعت بعدی شاناتو بمالم. خبر نداریم که خداوند ملائکه‌ای در آسمان داره لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اصلا خدا احتیاج به این عبادت دست با شکسته من کجا داره؟ من احتیاج به بندگی او دارم، او احتیاج به بندگی من ندارد. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. من بگم سبحان الله خدا پاک میشه، با سبحان الله من پاک میشه. من بگم ربنا به او چیزی اضافه میشه؟ نه، یه معنویتی تو من رشد میکنه، من قوت میگیرم، واسه احتیاج به من نداره، من محتاج اوام. ما هم چون خدا رو ندیدیم با اون عظمتش، با اون جلالش، با اون جبروتش، طور که تهجد که میکنیم باد به قبقب میندازیم و فکر میکنیم چه خدای چه کردم برای تو. و بعد فردا صبح از خواب بیدار میشه، اجازه قضاوت بندگان خدا رو به خدا میده. دم مسجد هم ممکنه بره کفشا رو راست کنه بگه اینا جنتی اینا جهنمی.